اگر همه روز هم شود شما که مسلمانای به غیرت نیسته که پشتی گیرید دیدم پوره همتون اگر در فتنه انداختن با بلا. السلام علیکم ایشان نورالدین جان، من یک مخلص دائمی شما از ناحیه غرب از قشلاق شهر نو هستم. بابا جان خداوند روح قبلگاهی شما را شاد گرداند که شما بر این فرزندان خدمتگار در اسلام به جامعه داد. مخصوص خدمت و سخنان شما بسیار تأثیر بخش است. بابا جان یک خواهش دارم، داملا محمود جان را گوید که با سوز و گداز بلند باشند، بلند و با شست گپ زند مثل شما زیرا که سخنان شما چندین کس را از خواب بیدار کرد. پدر من در همه جمعه های شما می رود، اکنون به مسکو رفت سفر دارد. در حق او دعا کن بابا جان که کارش را برار تید. خواهر عزیز خداوند شما را و خاندانتان و پدر بزرگوارتان نگه دارد و سفرش مبارک کند، رزقش فراخ کند. پدرم گفت که ایشان نورالدین جان به مثل پیشتره برآمد نمی کند، ایشان محمود جان برآمد دارد. داملا محمود جان می بخشید، خفه نشوید، مثل بابا جان هم گپ زنید. خداوند زبان شما ایشان محمود جان هم براتر گرداند. بابا جان من چند سوال دارم. سوال اولم، وقتی زن کاسمتیک کرده باشد می تواند که نماز خواند؟ وقتی که کاسمتیک بعد از طهارت کرده باشد، طهارت کرده بعد از آن رواش کاسمتیک کرد قاش کشید این وای می تواند نماز خواند. لیکن اگر رفت اول کاسمتیک کرد رواش کریم غفص بسیار شکید و ثانی بعد طهارت کرد، این صورت طهارتش درست نمیشه، زیرا که او کریم غفص است، از بالاش آب هم که شوید اگر او پوست رود نمیرسد، بنابراین همین طهارتش درست نمیشود، نمازش هم درست نمیشود. یا زنهایی که ناخناشان لک میکنند، در حالت لک در ناخناشان بودن اگر طهارت کنند طهارتشان به او درست نمیشود، زیرا ناخن در آب نمیرسد، آب که نرسید طهارتش درست نمیشود، نمازش هم جایز نیست. از این سبب اول طهارت کنند، بعد از آن رواشان چیزی که میکنند کنند و نماز خوانند با که نداردین. بابا جان بریدن مو در اسلام درست است یا نه؟ آره درست است، به شرطی که از کیف پایان باشه، اما من از این بیخی گردن بریدنش حرام است. این فتواها ده هم بشه رد المختار دن بارها من در این باب، اما از بالای کیف کوتاه کردن برای شستنش آسان شود گفتن با که ندارد، زیرا که ازواج مطهرات مادرمان بعد از وفات رسول اکرم که موهای زیبایی دراز داشته مثل حضرت ام سلمه مادر ما عایشه، اونها کوتاه کردن موهاشون، بنابراین کوتاه کردنش برای آسان شدن در شستشو با که ندارد، شرطی از بالای کیف باشه. اما مثل روس ها میکنن کرات کیچ خیلی میگن یعنی اوش یعنی بسیار کوتاهی بعد از بیخ گردن، این جایز نیست، برای زن مسلمان حرام است اگر خداوند او را عذابش میتید. بابایشان آیا زنک میتواند که در بین مردان و زنان موعظه کند، آواز بلند کند؟ خوب اگر رفت و خشتباراش باشد میتواند صحبت کند، عالمه باشد، داعیه باشد، لیکن بهترش در بین زنها صحبت کند، مردهای بیگانه ده صحبت نکند، در این سبب فتنه میشود. شاید شما هم پروانه کرده باشید، تماشابین ها حواس میکنن، چند آرزو میکنن دلاشان کتی. برای همین شما خواهرای عزیز همیشه صحبتاتان در بین محفل زنها کنید، بسیار ثواب میگیرید، اونها را حرام و حلال دین فهمونید. اگرچه قول صحیح آواز زن عورت نیست، علی قاری در شرح مشکات هم میگوید قول معتمد همین است، لیکن این زمان که از فتنه که خالی نیست، به هر حال احتیاطتان بهتر است، خوبتر است. خواهر عزیز بابایشان اگر پوچاق پیسته یا تخم در علاو پرتایی اوبال است؟ نه هیچ اوبال نیست، فقط همین که علاو میمره. پوچاق پیسته و پیازی که در
علاو پرتوفتی باید ترس میمره علاو برای همین نه پرتوی خوب ترش یا جا جمع کنی بردی یا چه خرید پرتوی تان. لیکن با که نداره سوختنش هم نه اوبال است نه زیاد. اگر خاک شدگی باشد که علاو درگیرد با که ندارد. اینم در حق من دعا کنید بابایشان من حافظ قرآن شوم. با احترام مخلصی اشدی شما فیروزه 19 ساله. خداوند فیروزه خواهر ما را عمر دراز و بخت شیرین تیدو. باز آرزوی حافظ قرآن شدن بود از خداوند حافظ قرآنش کنم. بابایشان جان به سوال من جواب گویید کدام از بازی ها در اسلام جایز است؟ این سوال چندین بار تکرار شده است. هر بازی که سبب انکشاف عقل شود، سبب تربیه بدن شود، خب که باشه اینها جایز است. مثل فوتبال و والیبال و مثل شتنگ برداری و مثل تیراندازی و نیزه زنی و مثل آب بازی و اسواری و اینها همه جایز است، زیرا همش برای انسان فایده دارد. هم جسم انسان آب و تاب می‌یابد، هم با قوت و با شجاعت میکند انسان. اینا جای. اما بازی هایی که برای نه جسم شما فایده دارد نه عقل شما فایده، مثل قرط بازی فقط وقت گذرانی است و خلاص، مثل شهمت بازی یا نرد بازی، اینها حرام هستند. از اینا خداتان یا مثل من کامپیوترات میره میشین ساعت های طولانی زدن میگیری یک هفته مد، اینا احمقی است. این وقت شما رو ضایع کردن است. باید مسلمان یک بازی کند که در جسمش فایده داشته باشد، جسم او را آب و تاب تیاد. پیغمبر خداوند مسلمانی قوی و با قوت بهتر است از مسلمان ضعیف و ناتوان، به شرطی که این بازی ها هم باز به قمار نه انجامد. وقتی که قمار ده انجامید به حرام میشه بچم هر کدامش باشد. مثلا فوتبال دو گروه تشکیل میکنن، از هر دو جانب پول جمع میکنن، در بین میمونن، کسی که برد با پول میگیره. این حرام است. فوتبال هم درست است، والیبال هم درست است، همه شما گیمناستیکایی که میکنن این هم درست است، به شرطی که نماز باز میگن قضا نکنید. بابایشان شخص خدا به خبر بود، نماز نمیخواند، بعداً گاه نماز میخواند و گاه نمیخواند. او باید که قضاهایش را به جا بیارد، حساب خود را گم کرده است، باید چیکار کند؟ مصلحت دهید، التماس. خوب قضایی خواندن گیرد، البته معلوم است براش که چند سال نخوانده است، قضاییاش خواندن گیرد. یک سال و 2 سال قضاییش که خواند شد به گمانش بیاد که قضایی هم بود شدگی است، یا شاید بعدش مونده باشد. این صورت باقی مانده قضایی هایی که شبهه دار است که آیا بود شده است یا نه، اونها را هر 4 رکعت به سوره خواند. نمازهای 4 رکعتی فرضه هر 4 به سوره خواند. اما شام و ویتر چه خیلی کس هم که خواند. لیکن قضایی هر قدر که خواند به گمان، البته قضایی این حسابش گم شدن ندارد. شما 10 سال نماز نخوانده یا 15 سال نماز خودش معلوم استین، چین قوت تان خواند، چند قدرش که موند و فرصت تان نرسید، کسل شدید یا که وفات کردید، خداوند او را غفور و رحیم می بخشد. وقتی که شما در فکر قضایی خواندن بودید و فقط فرصت نیافتید تمامش کنه، خداوند او را می بخشد. لیکن خدا نماز خوان شده و قضایی ها را پروا نکرده، به یاد و تم نرسید، باری هم برای نمازهای قضایی فکر نکردی، غم نخوردی، آب دیده نکردی، این صورت بدان که خدا برای اون نماز قضایی پگم من شما رو مؤاخذه سخت میکنه. از این سبب بچهای عزیز از چند سالگیتان لااقل از 15 سالگی بالاتان حساب کنه، قضاییش اگر مونده باشد خواندن گیرتان فایده میکنه، ضرر نمیکنه. زیرا که رسول اکرم گفتند روشنایی چشم من نماز است. اگر قضایی هم نشده باشد، قضاییاتان تمام شده که باشه، او حساب نفل میگذرد، نفل برای شما فایده دارد. در وقتی که آب خنک باشد تیمم کنیم جایز است یا نه؟ آره درست است. وقتی که آب خنک است سبب پیدا شدن کسلی ها می شود، یا که دکتر اجازه نمیدهد شما را استفاده آب، مثل بعضی ها گیمرای دارند یا بعضی ها میگن پرستاتیت دارند، اینها را شریعت رخصت داده است که آب استفاده نبرند، لطقتی خوش کنند.
تیمم کنند نمازشان خوانند. لیکن اگر رفت و آب باشد آب شیرگرم حتما با آب طهارت کنند میشن. تیمم در حالت خنکی، در حالت بیماری جای طهارت شده میتواند. رسول اکرم گفتند التراب طهور المسلم ولو الى 10 حجج ما لم یجد الماء. خاک خود پاک کننده مسلمان است اگر چی سالهای طولانی هم باشد، مادامی که آب نیابد. نه چی معنا؟ مادامی که استفاده آب براش ممکن نباشه. مثلا من وقتا روسیه ها 40 گرادوس 50 گرادوس خنک می شود. بچه های ما در غریبی ها اونجا شرایط آبی گرم کردن ندارند، آبی خنک استفاده برن، البته کسل میشه معلوم استین، می شود تیمم کنند نمازاشان خوانند، اما وقتی آبی گرم یافتن طهارت کنند. بعد نمازی که به تیمم خواندن او را گشته اعاده نمیکنند دیگر، او جایز است. شخصی که کسلی روحی است به امر خداوندی کریم در آخرت جای او کجاست؟ کسانی که کسلی روحی هستند، این دیوانه میگیم ما خداوند همین ما و شما را و دوستان و خاندان ما و شما را از این کسلی روحی نگه دارد. اونها پیشگاه خدا ده هیچ خیل مکلف نیستند. اونها بعد از آن که قیامت شد در جنت جاودانی هستند، زیرا اونها ده نه تکلیف طهارت است، نه تکلیف غسل است، نه تکلیف نماز است، نه تکلیف روزه است و نه دیگر هیچ تکلیفاتی بندگی به اونها نیست. اونها حکم کودک 3 ساله و 4 ساله را دارند. بنابر همین وقتی که وفات کردند اونها را ما جنازه‌شان میخوانیم، در نماز جنازه‌شان همون دعای کودک میخوانیم، اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا و ذخرا واجعله لنا شافعا و مشفعا. روز قیامت اونها بهشتی هستند. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. خدا میگه ما هرگز بنده ها ما عذاب نمیکنیم تا براشان عقل کامل نتیم. اینا عقل ندارند. اخیر قدم تکلیف از بالا اینها کشاد برداشتگی است. رفع القلم عن 3. خدا میگه، پیغمبر خدا میگه قلم تکلیف از 3 گروه انسان ها برداشته شدگی است. یکی از آدم خواب، من یه آدم در حالت خوابش دید که عرق خورده ایستاده، یا در خوابش دید که یه زنقت زنا دارد، یا در خوابش دید که زنش 100 طلاق کرده یا 3 طلاق کرده. اینها هیچ حساب نمیشوند، برای نه گناهگار میشن نه زنش طلاق میشود. دوم رسول اکرم گفتند از کودک نابالغ قلم تکلیف برداشته شدگی تا بالغ شدن شه. یعنی سن بلوغ مذهب ما در آخرش 15 سالگی است و الا 12 است، مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. اگر رفت در 10 سالگیش احتلام شود یا موی زیر نافش براد، بالغ است او. تا همون وقت هر کاری هم که کند براش خدا عذابش نمی کند، براش خدا پگاهی نمی پرسد. اما بعد از بلوغ وقتی که شب احتلامی شد بار اول، اعظم العذاب و بالغ حساب است. یا موی زیر نافش پیدا شد، از اون لحظه و بالغ حساب است. این جانب تا روز مرگش هر روز عمرش ده جواب میتید، هر ساعت عمرش ده جواب میتید، هر منوت عمرش ده جواب میتید، از روز بلوغ تا روز مرگ. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. سوم حضرت گفتند و عن المجنون حتی یفیق. از دیوانه هم تا هوشیار نشود قلم تکلیف از بالای او برداشته شدگی است. بنابراین در حالت دیوانگی هر چی هم گوید، هر حقارت هم کند، هر کلمه کفر هم گوید، حتی اگر زنش طلاق هم کند، زن داشته باشد طلاق نمی شود. نه حکم شرعی بالای او جاری نمی شود. باید نه نماز فرض است، نه روزه فرض است، نه دیگر احکامات شرعی. بابا جان بعد از نماز آیت الکرسی میخوانند، این را به ما فهمانید آیا درست است یا نه؟ آره برادر عزیز، خواندن آیت الکرسی بعد از نماز درست است. این فعل رسول اکرم است. پیغمبر خدا خوشم برای ما تعلیم دادند که من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة لا یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت. حضرت علی روایت میکنند هر کسی بعد از نمازهای فرض آیت الکرسی را خواند،
خداوند از درآمدن بهشت او را چیز باز نمی دارد مگر مرگ. ببینه کسی این وظیفه ورد کند آیت الکرسی خواندن شه بعد هر نماز تا آمدن مرگش، با این حدیث رسول اکرم او بهشتی است. این حدیث نسائی هم روایت کرده، ترمذی هم. خوب حدیث های دیگری هم هست. به هر حال بعد از نماز شما اختیار داره، فرض که خوانده میشینی تسبیحاتان میگویی 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، یک بار لا اله الا الله وحده لا شریک له. بعد آیت الکرسی رو میخوانه، بعد از آن دعا میکنه، میخیزه، بس سنتاتان میخوانه. یا اختیار داره که بعد از فرض سنتاتان میخوانه مثل که ما میخوانیم. علی قاری اینم اجازت دادی هستند، در سنت ها رو میخوانه، آخر نماز که شد میشینه تسبیح ها رو میگه، آیت الکرسی رو میخوانه. فرق نداره خب اول آیت الکرسی خوانه بعد تسبیح ها رو گویه، یا اول تسبیح ها رو گویه بعد آیت الکرسی رو خوانه. ثانی بعد دعا کرده خسته رفتن میگه بسیار ثواب میگیریم. چون آیت الکرسی بهترین آیه قرآن است. رسول اکرم باره حضرت ابی بن کعب پرسیدن که آیا میدانی که بهترین با فضیلت ترین آیه قرآن کدام است؟ حضرت ابی بن کعب گفتن الله لا اله الا هو الحی القیوم. حضرت دست مبارک در شانشان زدن، گفتن مبارک باد به تو علم، گفتن خوب دانستی، گفتن بنابر خواندن این فایده های زیادی دارد. عزیزان من، شما اگر بعد هر نماز آیت الکرسی رو خوانه انشاءالله جن ها به شما زیان نمیرسانند. اگر خانه تان در آمده وقتی خواب روی آیت الکرسی خوانه هیچگاه جن ها به شما زیان نمیرسانند. این بسیار فایده دارد. در این اگر بیادون باشد سالهای گذشته من 1 ساعت فقط در فضیلت آیت الکرسی و ترجمه و تفسیر او صحبت داشتم که نوار فرسا رو پرسه تفسیر و ترجمه آیت الکرسی رو به شما میتیم. فضیلتاش هم به شما من گفتگی هستم. بابایشان من از ناحیه خوالینگم، التماس سوال من ده جواب تید. نام منم میکائیل گذاشتیم، میرکائیل یا میرکامیل که خوانده نمیتونم. بنابراین بچه های عزیز خواهش میکنم شما مکتب ده نقص خونید. این که از برادر خطش خوانده نمیتونم، آخر لااقل خط نویسی رو خوب یادگیری مشق کنید، با سواد و با معرفت شوید. من خطاتون خوانده نمیتونیم با آزار میابید. تامچم اگر میکائیل باشد نام میکائیل درست است، در که معناش بنده خدا گفته گپ است. حضرت جبرائیل و میکائیل از جمله ملائکه های مقربند، بنابراین او رو تغییر دادنش هیچ حاجت نیست، معناش بنده خدا، بنابراین درست است، او رو تغییر نمیتیم ما. اما بهترین این نامی که من میخوام برای شما گویم، پیغمبر خدا اونو برای ما تعلیم دادن و حتی تشویق کردن که فرزنداتان این نام گذاره چی است؟ عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالقهار، عبداللطیف، عبدالودود، عبدالواجد، اسماء الله. بعد از اون نام هایی که هم مشتق از مصدر حمد باشد، محمد جان، احمد جان، محمود جان، این نام ها رو برگذاشت. خوب لیکن معناش درست است، با که ندارد که گذاشته ضرر نداره بچم. اگر میرکائیل باشد میرکائیلش نه، میرکائیلش درست نیست، زیرا که این معنا نداره. میرکائیل خیلی میرکامل باشه، میرکامل باشه این شم یا معنا دارد. یکان کامل میر گذاشته که خیلی همه میاوی میشی، تا هم یکی در خوانین میر میشی، بیشتر خوانین ده میری خوانین بداخی. بچی خوب خدا نصیبت کنه. بابایشان من یک مادری 6 فرزند هستم و یک شوهر دارم. مردی می باشد که خدا به خبر، نه نماز میخواند و نه روزه، نه کودکاش نگاه میکند و بالای این 6 ماه می شود که باز زن گرفته برآمده رفته است. بابا جان چه کار کنم؟ گشته آمد با او زندگی کنم یا نه؟ در حق فرزندان من دعایی میکنه خداوند این خواهر امرا با فرزنداش سلامت دارد و رزقاشان فراخ کن و فرزنداش فرزندای بناموس و جوان مرد خوب بوای و کمال رسان، مثل پدرشان باریم فاسق و بدبخت و بی غیرت و بی ناموس نکند. خوب کن برای نماز نخواندنش و برای روزه نگرفتنش مادر امروز شما شکایت نکنه، زیرا که
اکثر مردم تاجیکستان ما نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند، اگرچه دعوای مسلمانی میکنند لیکن نماز روزه براشم نیست. شما شوهرتان پرسی اگر به نماز باور داشته باشد، به احکام اسلام عقیده داشته باشد، زندگی کنید، زندگیتان درست است. اگر گشته بیاد با او زندگی کن. اما اگر به نماز باور نداشته باشد، گوید که برای من مسلمانی چی در کار است، اون صورت او کافر است. نکاح شما اصلا با او درست شدگی نیست، بنابر که آمد او رو شما قبول نکنید. خواهر اول مسلمان شود، بعد از آن نکاح از نو کنید، قدیش زندگی کنید. لیکن گوید که نه الحمدلله من مسلمان و همیشه باور دارم، یا روز انشاءالله نماز میخوانم، اون صورت زندگی کردن گیرید. به خاطر 6 فرزند منم خواهشم از شما این است که زندگی کنید خواهر عزیز. لیکن فهم مانیدش ملایم شاید در روز خدا توفیقش میتید و نمازخوان میشود. خوب که نمازخوان نشد، او فردا در دوزخ میسوزد. شما خدا خیر بهشت با یک مرد خوب صالح میگیرید. خدا خیر عزیز در اونجا جدا میشه و خلاص میشیم. بابایشان اگر کسی گفت که من از اسلام بیزارم، من اسلام را نمیدانم، چی میشود؟ او کافر میشود. کسی که گفت من از اسلام بیزارم، من مسلمانی را نمیدانم، او کافر است. زیرا تمام فتواها دا میگوید و من لا یرضا بالایمان فهو کافرون. رد المختار دم عالمگیری دم، کسی که راضی به اسلام نباشد او کافر است. رسول اکرم دن ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. بنابراین این کلمه های شوخی نیست. حال بعضی منصبدارهای ما اندک منصب و چسکوای شده است یا یک مفتش آنچنان که بعد از حد میگذراند که این کلمه ها رو میگن، حالا که او مسلمانه، او به نکاح مسلمانی زن گرفته است، او مرد جنازش میکنن، خودش در یک لحظه کافر میکنند. این در تمام فتواها کسی گوید که من مسلمانی رو نمیدانم یا من از مسلمانی شما بیزارم و کافر است. او تا از نو کلمه عرضه کرده تجدید ایمان نکند، نکاح نکند، زندگیش با همسرش حرام است. اگر با همون عقیده مراد او جنازش درست نیست. تمام فتواها این است. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد. او یک خدای بزرگوار است که نه ناز و شوخی مفتش می بردارد، نه حاکم می بردارد، نه پرزیدنت می بردارد، نه ملا و نه ایشانه. این گپا رو در پیشگاه با عظمت خدا قدرت و تواناییش ببینه. یپانی را چی تو کرد؟ در یک چشمک زدن بایترین دولت دنیا را به قشاقترین دولت دنیا مبدلش کرد. و این کلمه ها شوخی ندارد. هرچی شوخی دارد احکام دین و ایمان شوخی ندارد. السلام علیکم بابایشان، من طالب علم باشم، اهل عائله‌مان مرا به چل یاسین رفتن نمیمونند. خصوصا پدر و مادرم میگوید که یاسین زیانی بیمار به تو بر این جوان تاثیر میکند. بابا جان من چل یاسین روم یا نروم؟ نه نرو. وقتی که پدر و مادر راضی نیست نرو بچم. زیرا اطاعت پدر و مادر بر دوش فرزند بالاتر است از چل یاسین رفتن. چل یاسین نه سنت است و نه واجب است نه چی. خوب اگر غیر شما دیگر کس باشه میره میخواند، لیکن اگر پدر و مادر اجازت ضرر نداره رو یا برادری مسلمان سوری الحمد بالاش خان کف کن، ثواب میگیری انشالله. لیکن برای چل یاسین پول گرفتن، پول اول قرار کنی بخوانی، سوره حرام است این و پولش. بابا جان لباس را شویند، پی آب منی در آن مانده باشد، آن لباس نمازی می شود یا نه؟ یعنی آب منی است یا خون است یا خوب نجاست است در لباس رسید، او رو شوشتیم 3 بار تازه، اما داغش مون، این کس اون بچی خردسال پی گفته، این داغش مون، اثرش مون، نمازی می شود لباس یا نه؟ آره می شود، زیرا باقی موندن داغ یا اثر ضرر ندارد. و این بقی اثر یشق زواله بالماء، مختصر در اکثر بچه ها خواندگی هستند.
یا من لباس تان خون رسید، البته خونم تا به آینده تر نکنین نمی رود، شویتان داغش موند ضرر ندارد و این لباس نمازی می شود. درست است نماز خانم بگو. بابا جان من نماز پیشین را خواندم و بعد از چند ساعت وقتی نماز عصر شد پیشاب میکنم و خلاص. در وقتی طهارت کردم پاهام هم شویم. آره وقتی که پیشاب کردی دادر عزیز مستحب کن. خوب نماز عصر که طهارت کردی با طهارت پره کن، پاهات هم میشویی، دستات هم میشویی، دهنت هم میشویی. حالا بعضی آدم ها طهارت دست و رو خیال میگیرن که همین رو میشویم و دستا خلاص پاشان نمیشتین. این تو نیست عزیزان من. طهارت دست و رو مثل همین طهارت کامل است، فقط مستحب نمیکنی، یعنی عقیب تا نمیشویی پیشت کتی اگر پیشاب نکرد باشی. مثلا یه آدم ساده بوده ده هم بادش هم که میبر آمده یه هفته آبا کنش میشتن عقیب شد. او اسراف است. ولی در بعضی کتاب میگن که اما اسرافش انوی است. برای باد قفار شوشتن شرط نیست عقیبه، اما طهارت کامل میکنی، دستات تا بند دست میشویی، دهنت 3 بار آوگردان میکنی، بینی رو 3 بار آوگردان میکنی، رو میشویی 3 بار، خوب دستا رو تا آری 3 بار میشویی، مسح سر میکنی، پا رو هر دوش میشویی، انا بند نماز میخونی. اگر پا رو ناشسته نماز خوانی نماز درست نمیشه، زیر شستن پا فرض است دادر عزیز. ای بچهای خوشرو هم اصلا این طهارت دست و رو فقط در این اصطلاح ما تاجیکاست، این در کتاب ها نیست. این بابا جان شخصانی را میبینم که پیشاب میکنند و اما خود را قاق نکرده غسل میکنند، غسل آنها درست میشود یا نه؟ البته درست میشود غسلشان، لیکن پیشاب کردن و پیشاب اگر در لباس چک کرد لباس به نماز میکند. بنابراین کسانی که پیشاب میکنند کوشش کنند خوششان خشک کنند. پیغمبر خدا گفتن اکثر عذاب قبر از پیشاب می شود. کسانی که در کوچه ها راستا پیشاب میکنید شما دانید که خیلی عذاب سختی در خانه قبر شما منتظر است. بنابراین همیشه من سلفیتگاه خوشروی کاغذی برآمده است ملایم کیسهاتان در همیشه گیرید، وقتی که در راه هست در یگانجا ناراحت میشه پیشاب میگه حتما به او قاق کنه خودتان خوشرو، بعد از آن خیزید دو راستا هم که باشد ضرر نداره حالتی در کوچه راستا پیشاب کردن، اما خودتان خوش کنید. چکیده اگر رفت و 1000 تانده چکد یا بدن تانده چکد دانید که پگه عذاب سختی قبر در رو پرو میشه. قبر عذاب دارد. این قبر کمری مفتشایی اینا نیست و کمری دهشتناکی مفتشای خداست. رسول خدا گفتن استنزهوا عن البول فان عامه عذاب القبر منه. خودتان از پیشاب همیشه احتیاط کنه، کوشش کنه پیشاب در لباساتان نرسد، در بدنتان نرسد که اکثر عذاب قبر از پیشاب است. بچه‌های خوش رو احتیاط کنید در این باب. بابا جان من نمازم را خواندم، به خانه آمدم دیدم که پیشابم برآمده است، نماز از سر خوانم؟ آره از سر خوانم چه وای نماز درست نشید. مادرم نمازهاش شیشته میخواند، اگر راستا خواند در وقت رکوع سرش درد میکند، دولینش بلند میشود. چی تو خواند؟ شیشتگی خانه ضرر نداره، اشاره کنه، اشاره سجده شه رکوعش اشاره کنه. زنی که حامل دار است نماز راستا خوانده نمیتواند، شیشته خواند یا نه؟ خوب وقتی که راستا امکانیت نداشته باشد راستا نیت کنه دو با شیشتگی خواند، اما نیتش راستا کنه، زیرا که نیت قیام فرض است در نمازهای فرض. بابا جان نماز پیشین را عصر گفته نیت کنم میشود یا نه؟ خوب وقتی نماز پیشین مسجد آمده شما میدانی که نماز پیشین، اما وقتی نیت کردن زبان تانده نیت کردن 4 رکعت فرض عصر آمد نماز درست میشه. وقتی که میدانی که فرض این وقت میگی خواه عصر میگی خواه دیگر این باکی نداره دید. بنابراین در نماز تعیین نام نماز گفتن شرط نیست. نیت از زن من اصل نیت به دل است. شما راستا بالای جای نماز ایستاده به قلبتان به دلتان متوجه به سوی پروردگار شوی که خدای عبادتی که الان برای من فرض کردی اداش میکنم، همین خودش نیت است. اما به زبان گویی نیت کردن فرض نماز این وقت خواه پیشینه خواه عصر رو آوردن به قبله، قبله به جهت کعبه خالصا لایتان الله اکبر گویی.
بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام ما گیریم یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم، نه داده کسی شر نیست این گپ رو گفتن. همین رو آوردم به قبله به جهت کعبه اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تا خواه تقایی تا خواه همسایه تا شدم میگیره و این شر نه نام امام گرفتم چم. بچه خوب بدای طالب علم بدای نه طالب علم ها تامالله میشن که خونیجگر میشن تشویش میشن. بابا جان بعض جاها دا شخصان گوش و دم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه اگر عرف باشد اول فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سبب آزار همون سگ میشه، دیگه سگا میخواین میکنن شه از میشد شاید به خاطر این کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوز. چی خوب او این مار از کجا که براد کوشش میشن ویا. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاه، مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن مار اجازت داد، در اون علف درو به طریق علوم میکشیده. بعد تماشا کرده میسیش نوی از سنگی در سر زن وقتی که کشتی خاطر جمع میشه به حضور درو کردن بگیری، اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگزم گفتم نه بچه های خوش رو از دشمن حذر گفتیم و این مار دشمن از مار و کژدمه. رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندیش تا که یک مار یا کژدم پیدا شد در حالا یکم سنگه یگان جای در تار سری دو تزنباره با نماز خواندن گیر کلید نکن نمازتن. خب این بچه خوب بوده یکم چند این 16 سوال نوشته این همین وقتی ما رو تاشا هم میگیره غیرین. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد نماز خوانم یا رفته طهارت کنم؟ البته رو طهارت کنم چون خون که بنواد طهارت میشه کنه با اون دیگه نماز رو طهارت کن، اما تکبیر گفتگی میشه بعد بیا نماز تخوان. بابا جان بالای گوسفند سوار شویم مثل خر و اسب درست ای؟ چی خوب بوده این نه؟ بچی ناز نه درست نیست میشم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است، من قوتاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست. گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال این حدیث صحیح است به زبان در آور روش گردم به سوی صحابی گو که ای انی لم اخلق من خدا برای سواری نافریدم، من برای جفت کرده دستم نه برای سوار شدن. از این سبب اینها رو سوار شدنشان خوب نیست. امچن هر مخلوق خداوند برای یک چیزی آفریده است، یک خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت چند به حاجت خانه رفته است یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبرد میره درونی پالیز ده پمیدار بادرینگ ده، همون حاصلش درست است یا نه؟ درست است. او هیچ کراهت نداره. بچه خوبه. پدر یا مادر گوید که بچم همین هفته به نماز جمعه نرو، ما سخنی آنها را رد کنیم یا نه؟ نه از جمعه درو گپی اونها را نگی. پدر و مادر اگر فرزند فتوا ده میگوید گوید که مسجد نرو نماز ده نرو یا شام خفتن است شب نرو من گفش اطاعت نکنه رو میگه. اما برای مکتب بچه ها من خواهش میکنم که در روزهای جمعه اگر درسای ضروری داشته باشند درساشان خوانن، بعد از درس پیشیناشان به خانهاشان بخوانم چم. اما اگر وقتهای تعطیل باشد مسجد روان نمازاشان جمعه رو گوش کنند صحبت شنوند. اینجا اطاعت پدر و مادر واجب نیست، زیرا رفتن مسجد نماز جماعت و جمعه فرض است. اطاعت پدر و مادر در این صورت واجب نیست. اطاعت هیچ کس واجب نیست، نه اینکه پدر و مادر. بابا جان کمپیرها میگویند که موسور
موسور را با خاکستر در یک جایگی نپرتاب که او بالای شادی و غم یک جایی میشه و خیلی ضرر نداره. شادی و غم هم از جانب خدا هست. این گپای کمپیرکای ما. بچه خوشرود وقتی تو ملا بچه گپ کمپیرکا رو نگیرخین. موسورا رو در یک لینچه جمع کن بر در جامون ماشین که آمد در ماشین بار که برود. اما موسور در آب پرتافتن این گناه های روی کمپیراسیو. این کمپیرای خدا زاده به بجای وقت بیان که بچه من موسورا رو در آب نپرتا او بالای این درسته. امروز اکثر مسلمان ها موسوراشون در آب میپرتین، در کانال میپرتین. این در لعنت خدا گرفتار میشن. هم در سلامتی انسان ضرر دارد که همه آب مردم میخورد. کسی که همه موسور روی آب آمدن شده حتما لعنت میکنه. خدا لعنت کنه کسی که اینو پرتافته گفته. آخر تازگی از ایمان از خداوند پاکیزه است، از بندگانش پاکیزگی رو دوست می‌دارد. بنابر هر کدام خانه داره بچهای عزیز، عاشقان مدرسه محمدی، همسایه ها، کسانی که در لب کانال زندگی میکنه، اگر موسورهاتان پسمانده هاتان در آب پرتاید، لعنت خدا بر شما، لعنت پیغمبر بر شما، لعنت ملائکه ها بر شما، لعنت همه نمازخانه بر شماست. آخر این انصاف هم نیست. این کمپیرای مادرای عزیز اینه گویند، پدرای مهربان اینه گویند، بچه ها و کلیناشان میگن که بچه من موسور در آب نپرتا، او بالای. این او بالا است. بنابر بچه های عزیز خاندانتان تاکید کنه همینا رو داوم چکری کنه، حولیاتان در چکری پرته یک روز میپوسد ثانی زمیناتان برآورده با پند میکنه، یا لینچه ها دانتان گیرد یک جایی که چکری نادرکار است، همه اما در آبی که می نوشم. من همه کانال پیشخانی ما ده، حتی بعضی ها میگوین که ما رودو اشکمبی گوسفند دیدیم که باید کانال همه از پایان آب میخوره. آخر امروز اکثر کسلی های زرپرمین و دامن عظمی افلاسی میشود. آخر سبب پیدایش میکروب های زهرآلود در آب میشود. اگرچه شریعت و آب حرام حکم نمیکند، لیکن کننده این کار لعنت میکنه شریعت. پیشتر هم یک سنگ اسپیدیسی خدا زده بود، دورای شوروی ده میگشت همونا رو یک جریمه پریمه میانداخت. آخه محترم قانون برارای ما تا بچه ها رو از 18 ساله من کرده، نه اینها ده قانون برارای اما اونها رو طرفداری کنیم، تعریفشان کنیم. بنابر رئیسای محله بشم اینا رو سخت گیرتان. بابا جان در سر زمین باشیم به جای نماز خانیم رخصت است یا نه؟ آره رخصت است. در سر زمین خودش پاکیزه است، نماز خانه بچم بالاش ده جایز است نماز خواندن. شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد همه روی زمین. پیغمبر بزرگواری ما بالای جای نماز ده نماز نخوانده رفتند. اصحاب پیغمبر فقط در بالای ریگ سجده میکردند. بابا جان در کتاب تاریخ عمومی گفته است که پیغمبرمان در سال 570 تولد شده است و در سال 62 وفات کرده است، 632. آیا راست است؟ خوب اختلاف است بچم. 570 بعضیا میگویند، بعضیا 571 میگویند. به هر حال ما همین خشم میدانیم که رسول اکرم روز دوشنبه در 12 ربیع الاول یا اینکه 9 ربیع الاول در سال عام الفیل در مکه مکرمه تولد شدند. خوب اکنون بعضی مورخا این بسانه حساب کردن به میلادی گرداندیان 20 اپریل یا 21 اپریل سال 570. بعضی مورخا 570 میگن آخرش، بعضیا 571 میگن. من امام ابوالحسن الندوی سال 571 میگوید. من این صاحب رحل المختوم و دیگرها 571 میگن. به هر حال این چیزی مهم نیست. از این خدا پیغمبر شما را نمیپرسد دادر عزیز که پیغمبر من کدام سال تولد شد. این ضرورت ندارد. خوب است مورخا شاید سالش ده ماهش اختلاف کنن، این ضرور نیست. این اثبات ما خودمان بارها من صحبت کردم چگونه که رحیق المختوم صاحبش میگوید 571. او بار دیگر
کدام وقتی 70 هم من گفتگی هستم ماه اپریل سال 70. یعنی این قول صاحب فقه سیری، این نامش خاطر به فراموش خاطرش دارم، حسن ابوالحسن ندوی است. به هر حال رسول اکرم در فصل بهار در 12 ربیع الاول یا یکی 9 ربیع الاول در روز دوشنبه به دنیا آمدن. فصل بهار بود. برای آن عزیزان میگم پیغمبر خدا در بهار تولد شد که چگونه بهار زنده کنندی زمین های مرده است با برآمدن سبزه ها و گل های تر و تازه، محمد هم تولدش زنده کننده دل های مرده به نور ایمان و قرآن شد. بنابر رابطه هست بین این. پیغمبر بزرگوار ما 63 سال عمر دیدند. در قرآن کلمه آب 63 بار ذکر شده است، مثل که آب سبب حیات در روی زمین است. بعثت پیغمبر بزرگوار ما هم سبب حیاتی جاودانی برای پیرواش است در روی زمین. خلاصه همین است. خب برادر ما بابا جان بچه دار شده است، نامش کشاورز مانی می شود. کمپیران میگویند این نام در کودک وزبینی میکند. او کمپیر نامقبول کرده. کشاورز میمونی، دهقان میمونی، کاری تو موندن میشه. لیکن نگفتم که بهترین رسول اکرم نام عبدالله گفتن، عبدالوهاب گفتن، عبداللطیف گفتن. خوب وقتی که اگر رفت و همون نام برای شما معقول باشد، با که نداره کشاورز معنی دهقان، خداوند آدم خوب و دهقان و ثروتمند شود. بابا جان به این سوال من جواب گویید. بعد نماز عصر و پیش از نماز شام قرآن خوانیم درست است یا نه؟ آره درست است. کی که میخوانی خواندن میشم قرآن تکرار کن. شخصی بیگانه را آتخان و عکخان گفتن درست است یا نه؟ نه درست نیست میشم. در شریعت عکخان و آتخان و آچخان نیست. این خیلی گپا. اگر شیرخوره باشد عمکی گفتن درست است. خوب می شود. مثلا شما از یک مادر شیر خوردید، او بیگانه است، شوهر او برای شما حکم پدر دارد، برادری همون شوهر شما در حکم عمکی رو دارد، این ضرر ندارد، زیرا که شیرخوره هم مثل نسبی حساب است. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. رسول اکرم تا. اما یک آدمی بیگانه را عکخان من گویی، حالا بعضی خواهرها هم تا هستند، یا یک آدمی دیگر آتخان گویی آچخان، و اینا درست نیست. میشه ورو نکاحش درسته. مثلا یک خواهر یا بچه را عکخان بگیرد، اگر هفتو نکاح کنی یا دیگر چون گیرن نکاحشان درست است. یا یک کس آتخان میگیرد، اگر هفته همون نکاح کرده به نکاح مسلمان نکاحش درست است. این در اسلام نیست. آتخان و بچه خان و مادر خان این گپا نیست در اسلام. خوب همچون کلانسال احترامش کن، ضرورت نداره آتخان گفتن و عکخان گفتن. بابا نیت غسل را نخوانده به همراهی زن آوازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. همین جایی که قطعی زنت آوازی کنی حمام در آمدی، هوا خودش نیت حسابه. نیتی غسلی که من در کتاب ها است و فرض عین چاگوی خواندن شر نیست میشم. نویت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این اولش که این هیچ که نمیدانه، هم الله هم درست خواندش نمیتونه. اینا آخه همین دوری حمام با نیتی آوازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب شدم، همسرم که علاقه جنسی کنم خیزم آوازی کنم از جنابت با همین خودش نیته میشم. کمپیر قید درا پشتکات وای مال تو پشتای وای ما در سر تو آبریز آمدن گیر. ها بچی خوشرو. در حالتی تنها بودن جنابت شد، نیتی غسل را خوانیم یا نخوانیم؟ ای کاری تو میخوانیم بخیلی خواندن گیر. بچی ساده بود این. همین سوال اولنگی فهمیدی که کوش چیه چم. بابا جان ما یک گروه مخلصان دائمی شما هستیم از شهر دوشنبه. ما شنیدیم که این جمعه آخرین جمعه شماست، گویا شما بیمار شدید و دیگر برآمد نمی کنید. آیا این حقیقت دارد؟ البته این وقتا باز فشاری از کجا خداوند برای ما اینم نصیب کرده بوده، شکر پروردگار. گاه فشارم بلند میشد، عصبی میشم. از این خاطر در زبان و کلماتی در کاری نمی بیاد.
برای مولا محمود جان اکثر وقت میبرایم. دیگه حوصله‌ام هم گرفته است و به همین حکومت دارا جنگ جنجال هم حوصله‌ام گرفته. دیگر بابایشان ما هم صنفان داریم که در یک صنف میخوانیم اما بعضش نماز نمیخوانند. آیا ما با اونها دوستی کنیم؟ البته ضرر ندارد، نماز هم که نخوانند شما با اونها رفیقی تا نکنید، دوستی تا نکنید، لیکن به شرطی که اونها رو ملایم نصیحت کنید. زیرا دوست همون دوست است که دوستش از راهی بد میگرداند. دوست همون دوست است که چیزی که برای خودش دوست می‌دارد برای دوستش هم رو دوست می‌دارد. مثلا شما می‌خواهید که از عذاب دوزخ خلاص شوید، کوشش کنید رفیقاتان هم از این خلاص کنید با نصیحت کردن. خوب یک بار دو بار گفتی نگرفت، قرینش ادامه دادن گیره دوستیتانه جورگیتانه ملایم. لیکن اگر رفت و دوستی باشد که شما را به راه بد دعوت میکردگی باشد، به پیراز کشی، به نشه کشی، به ناس کشی دعوت میکردگی باشد یا به زنک بازی، از اینها دوستی رو بریتان، اونها دوستی نکنی بچند. بابا جان نام من دلشاد است و نام رفیق هم ابوبکر و نصرت الله و من میگویم که نام دلشاد کتابی هست یا نه؟ اگر نباشد خواهش میکنم به من نام دیگر پیشنهاد کنید. بابا جان در دست من کلمه الله برآمده است و بعد نماز به شما نشان دهم یا نه؟ نداده از حاجن اسکلر من بسیار دیدم، هر یک سال پیشتر قریب هر هفته این چیزا می آمد نزد من. الله نوشتگی در پاش و در دستش و در پیشانیش، این با که نوشته است اون نابود میشه میره. اما برای شما میگن که نام هاتون همش نام خوب است. ابوبکر هم